میگن یه بنده خدایی میمیره و بعد مرگش میبرنش به یه باغی زیبا، بزرگ و دلنشین. باغی که پر از گلهای رنگارنگ، پر از پرنده‌های خوش‌آواز که واسش میخوندن، پر از درختان بلند و کهن که از زیر اون درختان نهرها جاری بود. خلاصه نگم براتون دیگه، همون بهشتی که بهمون وعده داده بودن. بعد یک بنده خدایی میاد بهش میگه که من در خدمتم، هر تفریح، سرگرمی، هر گونه عیش و نوشی که بخواین من براتون فراهم میکنم، فقط کافیه به من بگین. بعد این بنده خدا با خودش میگه به به، همون بهشتی که همیشه منتظرش بودیم، بهمون وعده میدادن، بالاخره دیدمش. خلاصه خودش رو غرق در عیش و نوش و خوشی و حوری های بهشتی و هر مدل، هر چیزی که دلش میخواست واسش فراهم. این بنده خدا انقدر خودش رو غرق در خوشی و لذت و انواع سرگرمی ها کرده بود که خسته شده بود و برگشت به اون خدمتکاره گفت ببخشید اینجا کاری نیست که من انجام بدم. خدمتکار برمیگرده بهش میگه که اینجا شما فقط باید لذت ببرید و هر کاری که دارین من براتون انجام میدم. بعد این بنده خدا عصبانی میشه، از کوره در میره و میگه که یعنی چی که هیچ کاری نیست؟ اگه اینطوری اصلا منو بفرستین جهنم. خدمتکار یه مکسی میکنه و میگه ببخشید مگه تا حالا فکر میکردین که کجا هستین؟ برداشت آزاد. بچه برداشتتون از این داستان چی بوده؟ لطفاً برام کامنت کنین.